بیا با اتاق ما بیان به اتاقم بیا. مراد سلام علیکم. این بیاردم من. اینجی بشه. همینجا بشه. چه کاره واجه؟ باز دادا پا ما خورم نار کرده. این چه کار کردی پا خو؟ این پا ما برفتم اونجا کنده مشکستون منه هزدون مشکستون تبر بخورد به بال پا من مرتگه سرکار خو بیریو کرد. آخه تو چرا برات ازام و کنده شکسته اینا رفتی؟ آخه تو چرا کارا میکنی؟ تو دو شبانه روز همون فکر نمیکنی که ما سر برات تو میگردیم؟ اولا خیر دو شبانه روز ما برا خوره کردن و برو سه کنی باجه به کجا رفته که این منطقه بلد نیه خسر ما خود او بزد اسرا بدر کرده. دو شبانه روز کی برات تو میگرد. آخر این پیشتر ما دگمی تا از بیدار خیلی چشما آوا نمیشد. زنگ زد برای مکان باجه شما رو پیدا کردم. کوزان خود تنگ گاب زدم. آخه ورارمه باجه خوبه کردم. امی خسور ما تو میبینی که ما اعمال خونه و زندگی و حساب و کتاب ما سیوای باز برای ما میته با اخلاقی میکنه خودی ما گاهی وقت چی میکنه به قصه گپای نشو هر چی ماه بگه اعمال من خونه خود من رو در میکنه. بابا همی آدم مروردش تک بمود خود چلچله گفت تک بیا برین که ای آدم و چلچله من چرا با اشاره برای شما ایتا میکنه مگه نگو. خب من ترکیه بردم. به چیز نمیگم من به فال و بینه با فال با بینه. خب من ترکیه بردم چلچله نگفته که بیا برین خودی. ها راست میگه. خب چرا باز ترا میتی میگی؟ نه فهمیدم من. چلچله مروردش تک بمود که اونجا فال ببینیم. انا خسور شما ما چون کی شیطونی کده به خسور شما انا بیامد مر سلت که اصلا بیری که خب من گبورو به غیری خب من برفتم. این برفتم که برفته با هتل بشیشت قرار نانه وزدن پولم نداشت به صد بدبختی باید تا خلاص کردم بیاردم از هتل. پای ریت سعی میگونی پای مچم چگار شده این برفتم تو دو شبانه روز به کجا هستی؟ تو این پا خود چی رقم کجا نرم کنی؟ تبخو این تو چه کار میکنی که خود تبر رو نمیدونی؟ هزم مشکستم هزما ازم از کی بوده؟ ها؟ ازم از کی بوده که ازمش کنی؟ جای برفتم هفته 300 شاگرد شدم 400 مچم اگه 300 خالی به دواخونه تو ببرد اگه نبرده کو بس اگه مسای کنم با بیلا اشته باد کرده ای پاتو کجا گه ای به گوجی بسته کرده ای مرتکه نه خلیتی لیلونیه پولمولی و تو نداد مرتکه کی؟ همون مرتکه که پاتو می رقم شد به سکو اینجی اشته بالا آمده میت زده که قلم کرده با خب پولمولی و تو نداد کی؟ همین مرتکه بدا نبرد اک پاسمون پاون نکن مر بدا چندی داد؟ 100 روپیه خود چی کردی سدی؟ آنه کده بابا سدی مدیرم به چرا سر خور میکنی؟ ها؟ تو بر نداشتی؟ نه خب آدم سدی را متا کلاخ میکنه پوله حالا تو به چی عقل خواه مرتا کلاخ کردین پوله گردن ببند باشه سدی نه و نوندی بود خدا میدونه البته کیسه نداری گم شده سدی من با دواخانه جای تو نبرد که پاتو میالدی تا خونپور رو باد کرده و چی شده تو دواخانه نبرده به شفاخونه با دواخانه یا با شفاخانه نه مرتکه گبر لالا به دردمان نمیخوری تو 100 روپیه بگو هم گم شده سدی هم گم شده با 100 روپیه پاتو هم بس مکمل بیشی تو را سر خواه اگه ببینیم شنگ پاما بشکسته با وسط شنگ پاما خورده تبا البته تو گسپندی که شنگ پاتو بشکسته چوب کو مرتگی بیاغله ایت گپا با تو نمونده یک دو تا کلان که شیشته تو نمایی که ایت گپا بزنی خب خودی گفته ما چی گیره کردن خود شما واجه؟ خود کی؟ خود شما خود باجه خود خسرمه 24 ساعت اینجا را شما به تا سرمانه ما مرز بزی بگفتم تو با من خراخ و سوار شو برو با سمیر این جگاه همین برو را باجه بورک به کلینیک این کیال باره خود از لحظه باجه جان همین برای خونم بفهمونه یعنی دان از این بوی شیر میده این اکسره با متبرغه تو نگفتم عمال چوب بشی تو قبل نزن چوب بچگی نکن گفتم اولی از اختیار خوردارم که تو بگو تی هم قطع منی که در و بند باشه اگه لنگ من هم قطع تو باشه
یه روز خودی من خودم میگیره. سایکو چی میگه؟ بابا میخندم اصلا کنه میخنده. سایکو چی میگه؟ مله کرا از دیگه پاک. کو بخند وقتی مردی. که اعصاب خرابی حال میزنه و تا گوشت و پای را میبینی که حالا میتو شده. خب چیکار کنم برو؟ سمیر رو میداره میره پاتو پاسمان میکنه. بفهم چی گفتم؟ بدیم پلو. باش دست سمیر میدم. صبر پاتو که به کلینیک بور پاسمان کرده بعد از تو ما زنگ میزنم. ما زنگ میزنم به واجه به خسر خو. به خسر خو زنگ میزنم. من خودتو گپ میزنم تو اکسری تیته میکنی. علف ریزه میکنم بیشتر. نه. با خسر خو زنگ میزنم بعد که قبول کنه که تو خزی بری پس بم خونه از اونا. اگه قبول کرد که برو پس بم خونه خسر خو. اگه نه که قبول نکرد. قبول نکرد قراره که همینجا راه چلچله منچله را عمله که بفهمه چی گفتم. همونه که ما رو بیای بم خونه ما بیای کو اصلا شما به بیراه کش میکنه. تو اجران خودم نگه ایرم خود خبر داره. بم رات کار غریبی برین که حداقل این باجه بتونه بلکه این پول پیش کش کنه پیدا کنه. تو وقت بفهمید دیگه چی گفتم. ماش پیش شما میایم بفهمیدی. دیگه این طرف کجا وقت اکثر درشیا پیش خونه میره جادوگری میکنه. راست میگه. میبینی اینجا عقل کمال داره. اما پیشتر نداشتی اینجا عقل کمال داره. بالاخره گپار وقت زرک کنه آورده. وقت زک برو تو خود سمیر کم پاتر باسمان کنه که از پاتو بیغم شنگه بخیر بتونی و برای لقمه نونی بخو بری. بله. بله. این پستر کنه. حالی کی با کاش کنه خود از الله. نه نمای بستنه کو میکروبی میشه می تیار می تو وقت زک برو. مرکوبی میشه. مرکوبی میشه. بله مرکوبی میشه. برو بخیر. بیام خود شما. نه تو نه. زعل راهی. همیشه خوبه نه. میگم لالا ما ایرون به شما نخور سرگردان اینا میکنه. ما امروز یک کتاب گپ به اینگی لاک بگفتم. ای فهمیدن نی هرچی ما بگیم. ایرال پیش خونگاه داریم با یک فساد کردگی میکنه. اینا حالی بجاخ نمیشینه. الو سلام علیکم کوکو جان خوبیم خیریت جان شما زوره بخیر امتیار خوشحالیم خانواده خوبم. الو نایب تونی کجا هم پیار تو بررسی و خبر کردن آلینی هم پیار تو هیچ خدا حافظ. تو پس یک کار کو تو بخی یک تا خونه ما بیا بیا یک چکر تا خونه ما بیا خدا حافظ. ما 40 سال لالا به این جگاهیم کسی ما رو بررسی و خاتم قرآن خبر نکن. اشتن همین 4 روز اینا بیانه اینا رو بررسی خبر میکنن خاتم قرآن جا خبر میکنن. لالا خصوص کس به ختم قرآن عمومی خبر نمیکنه. چی جا برسه که به مجلس ویوار باشه. حتما کی میرفته به جای میرفته خود خبر اشتباه برده. کجا برار تو؟ مرار من برفتم پشت این زمینه. سرزمینه؟ بله. اونانی هم؟ نه. باشه میرو پیش نه. باید خودم نمیگم بریم چای خورده. سلام علیکم دومات خوب هستین؟ و علیکم السلام خوب خیریت یا خوشحالی بخیر جان تو جور سلامتی. سلامت زنده باشین. شکر زنده باشی. خیر باشین. خب دوما جان زنگ زده بدیم خیریت بود. خیر و خیریت بوده. من یک چیز از تو پرسان میکنم کوکو. بپرسین. که از امی دومات خود شما چی بدیدیم؟ که 24 ساعت پیار تو خدای جنگ میکنه مرتکه ایرون یک سرور از خونه بدر میکنی بار میکنه شما چی بدیدیم؟ سعی کنیم دوما حالا جان. می دفعه چی کردیم خسار ما بزده او از خونه بدر کرد دو شب درست گم بود مرفتون باز هر رقم بود بالاخره پیدا کردم چی کردم دیگه می شما بدی که از دیدیم چی دیدیم مرتکی مسکینی ایران شدگان شما یک سر خود جار جنجال میکنه از روزی که آمدم یک ماه کنی ما شما آمدیم جار جنجال معرکه
نگاه کنید شما دوما جان، ما از او بدرد ندیدیم، اما آدم بیعقلیه. بیرون شده برفته به کار و کسبی، از این جاده و از این جاده، از این کوچه و از این کوچه برفته چه کار میکنه؟ با ما کار و کسبی میکنه. همه نمیگم شما بگیم هم کار و کسبی که فال واکنی هم کار و کسبیه. از این هم میشه آدم نون پیدا کنی یا پول پیشکش پیدا کنی. همه خود شما همی گفت بگیم. خب یعنی ما چیکار کنم؟ ما چه کار کنیم؟ ما با تو چی میگم؟ خب ما همی گپم همینه که ما و شما میفهمیم. خب همی باجه میکه بسا همی دومات شما میشه. همی خب کمک آدم سالتره بیعقلتره، مجبوری ما و شما بالاخره به هر طریق شده هوا ریشته باشه. نباشه که مثلا مثل آقا تو که خسور ما باشه. یعنی مثلا اگه بزد خونه بده که دوش مکمل خودمون تا گاراژا مثل مین ری کرد دوش اندروز یک سر ما خود از این بر بگرد به او بر بگرد به او بر بگرد خلاصه تا پیدا کردیم. خب همی یک دم یک گپ گفته میشه اگه می از اون جواب خسبی جواب فامیل از کی میداد که از اون غیره بخست آقا تو خود خوب رشته بیاورده. جواب فامیل کی؟ من مجبورم که من همین مسئولیت دوش بگیرم. من این مسئولیت دوش گرفتم و خستم ری کردم برار خود می بعد او بعد تا پیدا کردم. حالا کم سه کم به خاطر تو صدا کردم گفتم بخیزی بیای که ولی خسور ما که نبوده که گفتی اونجا رفتم. اگه من خسور خود دیدم اگه نه که ندیدم که تو امی گپ برای خسور ما بگو برادر گفته بگو دوماد مید گل گفته که برادر اگر همین آدم شما به خونه خود را میدیم که بخواد پس بیای به خونه شما که همونجا هم چهار طرف شما باشه اوالیش باشه. اگه نه که 24 ساعت خود جنجال میکنه که ما باجه خودم خونه خود خونگام میدارم خود من معذرت میفهمم که خود چی رقم اور به سر کار غریبی نکن. بفهمیدی؟ همین گپ برای خسور رو بزن دیگه. بسم الله الله اکبر. خوبم پیش خود نباشه بیتره. اصلا پیش خود مونه. حالا نگفتنه بکنه. با خاطر نه. خب شما نگاه کنیم. همین رقمه که من میفهمم. پیار من دیگه اور فکر نکنم به سرا بگذاره. چون که یک اشتباه نکرده برو. تو یک دفعه برام خسور رو بگو. سایکو چی میگه؟ باز اگه اوکی داد کاری میکنم. مقصد مثل جار جنجال باید نکنه به تا خونه که مثلا آدم شدگان کمک سالتر دیگه دلیل نیه که دیگه خسور ما هر کاری بیا اعصاب خرابی کنه یا بزنه یا دیگه کنه. بفهمیدی؟ حالا تو خود خسور ما گپ بزن به من دلیل نگو. اصلا من اختیار داری چی دارم به پیار ما زنگ زنه. خب بابا جان به پیار تو که زنگ زنه گوشی رو که تو جواب دادی اشته پیار تو زنگ زنو. خب گوشی نابرق زدید ما آوردم. خب شما زنگ زنه به مادر ما زنگ زنم سه کنم چی میگه. هست به خونه؟ هست شاید اول آقا من بیام داشتم. الو سلام علیکم. خوبین خوشت یا خوشحالم بخیرم جان شما جوره. میگم همین گیلک به شما چی بات کرده که 24 سال همین خسور میکسره اور میزنه میکنه از خونه به در میکنه دیگه میکنه ای بر میکنه آخه همین از اون جزمه قریه وردشین خودی خوبی آورین تمام مسئولیتای مگه بدوش بگیریم ولی کمک سارتر بی عقلتر دیگه قرار نیه که شما مثلا اگه خودی از بگیریم خسور مردم مساعد رو از خونه به در کنه جار جنجال کنه ای بر کنه. خود درسته که دل شما ما او دوست داریم و خدا خوشی شما به گپای من شما بخی خسور ما بدتر کردین. خب میفهمم یعنی حالا شما چی میگین؟ یعنی همین که از گپا شما معلومه شما نماین که دیگه بخونه بیه سریع مشکل نداره. من این رازی بعد بخونه خود خونگاه میدارم باز ببینن که چی رقمی می کاروبار از اشترا نمیفته که ما با شما باز با شما بیاد شما میرم. من همین قسمت بیاد شما باشه. آقای چی بریم خدا حافظ شما. چه کاره چی جنجال شما به خدا افتاده ما. مادر تو از واسه کور داره به کولا راست میگه می رقم 40 تا شمال گذارمو برای ما در میکنه. گفتم لالا من چی کار دارم؟ من یه اختیار دارم یه چند مادر لالا پیش خود ما نگاه داریم نمای اونجور کس خوش نداره. سه مشکل نداره. ما سمیر میگم کور داره بیار از بعد ما خونه خود ما خونه. بابا اون میره کار خو میکنه چی؟ اما خونه گوشه میدیم برای ازو میده. سه بابا لالا من تایر به شما بازم میگم که دست یار خلته پیش ندیم. خود دست یار خو ولته بس کردیم یعنی چی؟ یعنی چه کاره؟ یعنی او بیعقله برو. خو اگه بیعقله چرا دومات خو کردی؟ بخه بیشتر گپ مفت خبر شو. ما خو به شما گفتم دیگه. برو ما به شما گفتم دیگه.
اگه کم کسری هست شما ببخشیم خاله ماما بچه ها خورده که سعی میکنی جوانا برادرها با خاطر که اول تا بازارا خیلی قداد و سرصدای باد مثلا بگم صدا موتر خیلیه انا ما تابدل خواهیقات به شما بگم واقعیت بگم نمیتونیم سب کنیم هرچی میگم بدیدیم ندیدیم رستی انال پشت سنال ببینید سکنی چیز مردم استادیم هرچی میگم ایتا میگه اوتا میگه ای کوخه میزنه این سیگار خودشان میکنه نمیفهمن که بابا اینجا خشیا پیش کنی به لندن اینجا میک کش میکنه میشنوه خب همین قسمت سیوم هم بخیر خوشی نماش چیزه پشت صحنه که خلاص شد دیگه میفهمین خود شما دیگه شما رو به خدای پاک میسپارم دیگه تا هفته بعد خدای پاک شما رو توفیق بده که نگاه کنیم ما هم که شما برنامه بسازید خداحافظ و نگهدار شما خواهشونه لالا جو گب نزنیم برارم حالوش که قرستی نخوره چه قصده من نمیخورم من چیز دارم مال 100 خروار میشکنم تنیه گوش شیطان البته کار خب بالا واقعی باش بالا نکنی با من تحمل کو آخه الا چیز خود دادیم الا بینزون واقعی یک درم نگفتم بالا بینندای عزیز سعی کنیم به خاطر گل روی شما ما پا خور به 100 دقیقه ماما بله همه موتورا قلم از اینجا گایه نه نمیفهمی موتورا قلم ما کجایه نه نمیفهمی موترانیه نه شما بپرسین که قلم شما کجایه قلعه شما به کجایه صبر کنی اثر من میپرسم سلام علیکم و علیکم السلام. امیدواریم بخیریم شما جوره چه زمین جگه یک نفر ساده بوده کم ساده مجازی بوده همین 5 دقیقه جلوتر بیام والا من که شروع کردم دیگه خلاص اونجوری دیگه اینجوری شدی پای ریت سعی میگونی پای مچم چگار شده این برفتم تو دو شبانه رو به کجا هستی تو این پا خود چی رقمه کجا نرم توقع کنه من چی کنم تو دوباره دوست دیگه